گاهی وقتا شاید در فکرتان خطور کرده باشه که چرا علم معرفت نمیتونه انسانها را تغییر بده. البته بعضی از آدم‌ها را. علم که توانایی است، علم که مشعل راه آدمی است و انسان دکترا داره، انسان دانشمند است، اما گاهی وقتا دست به کاری میزنه خیلی شرمسار کننده، خیلی واقعا. چرا طور است؟ این به خاطر است که ما آدما ذهنی داریم و قلبی داریم و این قلب ما فرمان ماست که از ذهن ما استفاده میکنه و این ذهن جایی است که مفاهیم جذب میکنه. اگر ما ذهن بیم بگوییم یک ظرف و علم و دانش اطلاعات بیم بگوییم مظروف، اگر ظرف خراب باشه این اطلاعات وقتی که داخل شد به هدر میره، جذب از این ظرف نمیشه. اگر ما چای بیارم در پتنوس و یا در نلبکی، از او آدم لذت نمیبره. چرا؟ این چای نمیتونه که ظرف تغییر بده، چون ظرف خراب هست. و یا گاهی وقت هست که اطلاعات نادرست است، ناشایسته است. مثل ازی است که یک انسان میگن که برو تو بم بگی در بدنت بسته کو، به نام خدا و به رضای خدا خودم بکش، انسانها را بکش. میبینی که اطلاعات نادرست است. بنان اگر ظرف هم درست باشه بان هم کارکرد نداره. و اینقدر رنجی که ما میکشیم از انسانهای جاهل است، انسانهای جاهلی که هم ظرفش خراب است هم مظروفش خراب است. انسانه که ظرفش خراب باشه او وقتی که به دنیا میبینه دنیا را جای خوبی نمیبینه، چون این دنیا فلتر میشه از چی؟ از ذهن و روان خودش و شکل و شمایل خودش میگیره. انسان سالم، انسان خوب دنیا را با همه بدیها، با همه خرابیهایش او را زیبا میبینه. و خداوند در قرآن کریم میگه که این قرآن شفا است، شفای دل است برای مؤمنین، نه برای ظالمین، نه برای منافقین، حتی برای زوا خسارت هم است، چون این ظرف خراب است. وقتی که رحمت خداوندی میاد او جذب نمیشه، این رحمت خداوندی بنان این ظرف از بین رفته. چرا؟ چی سبب شده که از بین رفته؟ این دو حالت میتونه باشه، یا ژنتیکی است و یا همون محرک های اولیه زندگی، ابتدای زندگی، در جای، در زمانی، در مکانی چیزی سبب شده که او تروماتایز شده، زخم های روانی خورده که او به ظرفش از بین رفته. میتونه جور شوه با تلاش ها و تمرین های روانکاوی و روانشناسی که او خیلی وقته، خیلی تلاش ها کار داره. بله.